سلام و خسته نباشید. امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی یک بازی ایرانی اصیل به نام تخت نرد. بازی تخت نرد 30 تا مهره توی بازی به کار میره، اما توی این بازی مثلا 2 تا مهره هم توی هر بسته میذارن. بسته مهره که مثلا یکی گم شد اون یکی رو جابجا کنه. مثلا اگه یه موقعی گرفتین دیدین اندازین 2 تا اضافه اومد نگران نباشید، این برای همینه یه موقع گم شد. بازی وقتی چیدمان میخوای بکنی باید همیشه این ترتیب رو رعایت کنی که مثلا اینجا 2 تا سیاه اینجا، 2 تا سفید کنارم اینجا، 2535 میشه. بعد ترتیبش 2 تا اینجا، 2505 میاد کنار اینجا 300 یه دونه فاصله میگیره دیواره با 5 هم میاد اینجا ته. همه اینا 6 تا فاصله داره که یعنی مثلا وقتی یه مهره اینجای شما برات 5 میاد 1 2 3 4 5 ولی نمیتونی. حالا بازی هم توضیح میدم. وقتی شما یه دونه تاس رو میدید حریف، یه تاس دستتون میمونه. هم شما هم حریف همزمان تاس رو میندازید، هر کدوم که کمتر اومد، مثلا 1 من اومدم 6 مثلا حریف اومد، شما شروع میکنید بازی رو. شما میبینید 6 و 1 میتونید هم 6 و 1 که مثلا اومده رو بازی کنید، هم میتونید دوباره بندازید. این فقط برای این گزجاشه، وگرنه بازی به مرورش مثلا وسط های بازی شما یه دور میندازید دیگه حق انداختن ندارید، همون رو باید بازی کنید. مثلا 6 و 1 اومد، شما اگه تک بدید مثلا یکی تک بده، مثلا یکیشو اینجوری بیاد، این حریف میتونه 1 2 3 4 اومد 4 اینجا بکاره، یا 5 اومد اینجا بکاره اینو بندازه. بعد شما دوباره از همینجا باید شروع کنید، از زمین حریف. بعد بازی روندش اینجوریه که شما باید همه مهرهاتو اینجا مثلا 2 تایی هست، شما باید بیای اینجا، بعد بیای اینجا، دوباره بیای اینجا تو زمین خودت. این محوطه زمین خودته. همه مهرهای سیاه باید بیاد اینجا و همه مهرهای سفید باید بیاد اینجا. تمام مهرهای سیاه وقتی اینجا جمع شد، شما مثلا اینجا مثلا اینجوری نمیتونید بیاید، باید یه دور کامل زده باشید. مثلا من تمام مهرام داخله، اما مثلا اینجا یه دونه مهرم داخل نیست. بازی تمام مهرات حتی این یه دونه هم باید اینجا باشه تا بتونی یکی یکی بندازی بیرون با مهر. مثلا 3 و 2 1 2 میرم، این 3 ما انداختم 2 بازیه. یعنی مثلا شما نمیتونید اینجوری کنید که باید حتما بازی کنید. وقتی مثلا بازی دارید یاشو بد توضیح دادم، بخشید خودم یکم قاطی کردم. اینجوری مثلا میندازی بیرون، هر کی 2 3 مثلا 2 رو باید بازی کنی 1 2، هر کی زودتر اینا رو بریزه بیرون اون برنده است. بعد شما تو بازی اهدافتون بیشتر بر روی این باشه که من هم خونه ببندم توی خونه خودم یا بیرون خونه ببندم تا نتونه حریف منو بزنه، دوباره از اول شروع کنم. خب یه دور من بهتون توضیح دادم. شما توی بازی مثلا باید حساب کتاب کنید، سریع هم بازی کنید. شما وقتی مثلا 4 و 2 میاد، شما مثلا وقتی سفیده حریف
مهرای سفیده 4 و 2 میاد، 1 2 3 4 2 بیاد اینجا، 2 4 4 و 2 خونه بستنه، یا 5 و 3 مهره خونه بستنه. شما توی بازی وقتی دارید بازی میکنید یا میبینید جفت 6 اومد، یا دیدید جفت 6 اومد، شما جفت 6 بخواید بازی کنین، مثلا 1 2 3 4 5 6 تا میتونید 4 بار 6 رو حرکت بدید، مثلا یه 6 تا 6 این یک نمیتونید، چون شما اگه یه مهره یا چند تا مهره داشته باشید نمیتونید بیاید رو سر حریف وقتی 2 تا یا بیشتر از 2 تاه. اگه یه دونه باشه، مثلا اینجا باشه، هر جای دیگه مثلا یه دونه باشه، شما جا جفت 6 1 آورده 6 و 1 آورده باشید میتونید اینو بزنید. اما شما مثلا اینجوریه که مثلا بیشتر اینجوری جلو میرن که مثلا این یه 6 اومد اینم بیان روش که نخورن، 6 مثلا اینجوری بازی میکنن. بله جفتم اینجوریه. جفت یکم وقتی جفت 1 میاد شما نمیتونید اینجوری باشه که مثلا اینجا مهرتون این 1 2 نمیتونید رو 2 بعد 3 روی این اینجوری بپرید، حتما باید مثلا 1 و 2 باشه، تو مثلا اینجا 1 2 اینجا بیای. بله تا یه ویدیو دیگه، خسته نباشید. پشت صحنمه اینجا یه دوربین دارم، مثلا دوربین میگم یه نورپردازی منو شما ببینید، فقط یه دونه چراغ قوه است، نورش از اینی که الان هست خیلی بیشتر بود، الان ضعیف شده، مثلا این کم میشه، این 3 حالت داره. بعد بالا هم پایه چیزی نداشتم، هنو اول کارمه، پایه مایه ندارم، میکروفونم ندارم، بخش صدایی کم بد اومد. این حالتیه که من داشتم با اصلا پامم توی مدرسه فوتبال بازی کردن افتادم، پام مو برداشت. انشالله بر کسی پیش نیاد.